پیشکش شما می‌گردانیم صحنه‌چه هجوی را با نام گمانی بر در اجرای تئاتر استودیوی هجوی شهرآشوبی نزد بخش فرهنگ ناحیه فیض‌آباد. مرحمت تماشا کنید. این وقت‌های اخیر چخیرش دکی چی بالای دارن دیر آمده است پیر شدی ایوی سخن خستگی در زمین نشیشتم خراب گفتم خوریش تیار کردم بخت و فاز کردم این مردک درکشته این ای افتش یه با معشوقه پشوقه افتگه چه وقتهای اخیر همین کزرمه میرم میگن یه هفته دو هفته خچم نابود مکنه که با یه گم ایبینی بولو گوزنی دومینی بلاشید میزنه خواب پوش نمیکنم چه خیلی سنجمم چه بفهمم مگه ای با پوچون بولو کن کزرمه برم یه خبر بگیم چی گه پیدا اونجا یافتم بازی میبینی من چی کار میکنم در خونه کردم همسایه لخ کرده 6 تا زمان زمان یکی چون رفته با شاخی از زندگی با تو مونده شدم تو رو ترک کردن رفتم رفتی کو رفتنگی 4 طرفه شیرم رفتم برای رفتی رقص کردی رفتی خوب شد که رفتی الان عزیزه جان خیلی رفتی شادیانگه در روزی زادروزم مرا زنم ترک کرده رفت تیز به خانه بیو زادروز رو یک جای جشن بگیریم دیگر با من و تو یگان کس خلاله برسونم تیز بیو تیز مایدش میبوشم من انا تو یک برگر با تو سری زلفی تو نشد سری زلفی دیگره سری زلفی بعد چند بار گفتم که گمانی بد نبر پای بد از تگی نیست
نمایانم دسترخوان رو تیار کن که از گرسنگی میمیرم. وای شرمنده شیدمه همین مردک 100 بار گفته 100 بار گفت که گمانی بعد نبرد این بایی بیعقل چی کار کرده بی پروخ دیده ای زنکو ایمه با شما یه نصیحت تا نبینه نفهمه نسنجه گمانی بعد نبرن که اینو میبرد دیوار شرمنده میشه. بارکالله در حیات عمرت نه یه گپی خوب زدی ازنک او 100 بار گفتم که گمانی بعد نبر و مایو مردکای میگفته که نیستم نیستی ببخشی مردکه ببخشی به عمدی همی سنجشی کردگیم قریب درم تگیمیز دیلم میزد میمردمه ازنک و همی گمانای بعد همی رشکای بیمعنی یک خیرزن ها در این تاجیکستان ما چندین آیله ها ویران شدن. راست همی زنک ها از شما التماس گمانی باید نکنین رشکای بیهوده نکنین آیله ها را مستحکم بخوین فرزنده را تربیه کنین برای سوق و وحدت و وطنخواهی و همبرستی. تیز کاخی ایش نگیرم مردم ایش نبودن رفته کجا؟ برای چی؟ برای زادروز دسترخوان آراستم چه ناسرت کنم